بایی که خیلی الان وحشت میشه. ماما باید بری جلوتر، برو جلوتر. ماما بهش غذا بده. دستش میرسه؟ آره یکم به جلوتر. آشا بیا تو این صندلیه بشین. یه بار دیگه تست کنیم آشا. اینو بگیم فکر کنم یه 25 دقیقه است فقط ما داریم تست میکنیم که بده این سوراخه بده گاوه بخوره. یه بار دیگه بده. کرد تو دهن خودش. ماما شایان نکن. ماما این شایان نیست که آقا گاو است. مشکل داری بینا داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. خوش میدی بی احترامی میکنی، من اعصابم به هم میریزه. خب نه برو خونتون گاوه، برو خونتون گاوه، برو خونتون گاوه. رفت مامان گاوه رفت خونتون. بابا نکن بهارش بالا میگه. گذاشت. اینو بده بندازمش دور. ماما بس بلند شو بریم بوشونیمت. پاشو بریم بوشونیمت. واه بابایی گاو شدی؟ نه ما که گاو نمیشیم. نام هپیچ مام وای آشا نگاه کن گاوه داره میریزه. آشا نگاه کن داره از دهنش میریزه هپیجا رو. مام ماما هویش باید بدیم گاو بخوره. چرا داره میاره؟ ماما بده. Abi güzel. No. بده خودش میخوره. مامان نشونش میده خودت میخوری؟ مام
بده گاوه بخوره، گناه داره. نمیه. بایستانه داره نگاه میکن. یه پف کن. گم شد دیگه. حبیبی بابا بسته دیگه نگاه. یا تو گاف. وای مردم. حبیب بده بخورم بابا، من بده حبیب بده من بخورم. حبیب بده اینجا حبیب بخورم بابا. بابا نکن ولش. شاید اینجا بابا نمید نکن، اگه اینجا حبیب بدی نکن. تمیز. بابا گاو اومده نبود تمیز کن. اینجا رو میگی گاو خودکفا. آشو خودش داره میخوره. آشو نگاش کن. گاو نگاه کن خودش داره میخوره. برو. میترسه پرد کنی روش. نه مامان نمیریزم بلنش. خدا نگوشتت. بیا همینه دیگه. من توی گاف نمیفهمی خوابه. بیا مامان بیا. نمیدانم. شاید دهنت پر هویجه. برو خالیش کن. اونوری میخواد اینوری ببینه. هویج من باشم بده بخورم. خودش میخوره شاید. چیکار کرد هیکلت اینجوری شد؟ شایان چیکار کرد؟ شایان اینجوری کرد بخوا هیکلت؟ آره؟ ها آره گاوه توف کرد. همش بخوا هیکلت؟ باز میخواه خوشش اومده. میدی بخورم اگه بدم؟ میدی گاو بخوره؟ شایان تو فکر کنم سیر شده دیگه. شام نیاز نداری نه؟ گاوه چی کار کرد؟ توف کرد رود؟ خدا! اوی صحنه کلیپ هایی که ما با آشا خانم میگیریم همینقدر سخت و وحشتناک میباشد. موها چرا هویجی شده؟ تا دیداری دیگر بدرود. بی